سلام خدمت تمام شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، بازم در خیرخانه کابل هستیم، اما این بار در یک جای متفاوته که تا حال هیچ کس براتون شاید نشان نداده باشه و خودم هم نداریم. بار اول است که در این منطقه آمدیم. نزدیک مسجد حاجی چمن هستیم دوستان عزیز که به قلعه نجارا منتهی میشه. این طرف هم پارک است که این بچه بازی دارن، میبینیم در تصویر. و این طرف هم دوستان عزیز لیسه عالی بی بی سرور سنگری، یکی از لیسه های مشهور محبوب شهر کابل است که همگی با نام از این آشنایی دارند. این لیسه دوستان عزیز که کلگی با نام از این آشنایی دارم، مطمئن هستم لیسه بی بی سرور سنگری را همگی میشناسند، خصوصا کسایی که در خیرخانه کابل هستن، چون یکی از لیسه های قدیمی زیبا و عالی شهر کابل است. طرف دوباره دوستان از شهر بازی است و شهر بازی بزرگ یک پارک است دیگه. هر موقع که ساعت از این بچه ها تیر شوه دیگه اونقدر بزرگ نیست، اما یخمالک و چیزایش هم خراب شده، مزه سابقش نمانده. لیسه سرور سنگری این طرف دیدن دیگه دوستان زمینتون میبریم کم کم در سرک حاجی چمن شهر کابل. دوستان عزیز، در خیرخانه کابل بسیار خانه های مقبول ساخته شده، بسیار زیبا. یعنی شما مثلا میره ببینید چه خانه های زیبا و مقبول هستند. کوچه ها پخته، خانه ها زیبا و مقبول و همه چیز عالی. آب دارن، برق دارن دیگه، خانه ها زیبا، کوچه ها و بی سر صدا دیگه. این منطقه دوستان عزیز از بهترین مناطق شهر کابل است، خصوصا این طرف او طرف سرک حوزه که میشه تا لیسه مریم بهترین جاهای شهر کابل است دوستان عزیز. کم کم میبریم دوستان عزیز در سرک حاجی چمن. دوستان عزیز البته سرک حاجی چمن یک مسجد آمد به نام مسجد حاجی چمن که همون زیاد مشهور ساخته. این سرک به نام حاجی چمن سرک است که از حصه اول تا سرک میدان که نزدیک سرای شمالی هستن وصل میکنه. البته یک سرابی که سرک داره دوستان عزیز بسیار زیاد جمع داره، جمع داره که هر 100 متر بعد یک جمع است، هر 50 متر بعد یک جمع است. یعنی خانه های قدیمی خیرخانه هستن دوستان. خانه های قدیمی خیرخانه مثل از اینیا بود، آباد شده بود، حالا من اینیاش مانده، بسیاریش باز تخریب شده و با شکل مدرن‌تر ساخته شدند. این دوستان عزیز در کجا برآمدیم؟ در روبروی مسجد حاجی چمن، روبرویش. این مسجد حاجی چمن است دوستان عزیز که درخت‌ها دور و دورش پوشانده، بسیار یک مسجد بزرگ است، همونطور بزرگ است، همونقدر زیبا هم است دوستان عزیز. دارالحفاظ هم داره، تنها مسجد خالی نیست دیگه. یا خدا ماروسیست خود داشتی بچه، خدا ماروسیست نمیفهمم. موتر گلپوش بود. این دوستان عزیز مسجد حاجی چمن است که درخت‌ها دور و دورش پوشانیده و دیگه تصویر برداری ازش مشکل کرده. اینی هم خود سرک حاجی چمن است دوستان عزیز که چقدر آرام است. همین یک آرامش میته برای شما دوستان عزیز سرک واقعا از جای شهر کابل که دیگه جایی که برین سر صدا قال مقال یک حال است، اما ببینید چقدر جای آرام است، چقدر کم سر صداست و چقدر زیبا است. این طرف دوستان عزیز میبرایه به طرف قلعه نجارای شهر کابل. امروز یک فرصت از دوستان یک ذره خوب سری فرصت است، اما ببینید دوستان عزیز چه فروشگاه های نابودار میزه.
خامک هلگانس لندن کارگاه خیاطی است، از بهترین سوپرمارکت های کابل دوستان عزیز که در اگه مناطق نیست هست. مثلا این از هفسین از فروشگاه های زنجیره‌ای، افغانستان است که فروشگاه بزرگ و مواد اولیه و خوراکه هست. این در بخش شهر کابل وجود داره. بود طرف هم دوستان عزیز لیسه سواد حیاتی قلعه نجارا بود. ما در این کتاب ها دوستان عزیز در اینترنت زیاد جستجو کردم، نفهمیدم که چرا قلعه نجارا رو به نام قلعه نجارای شهر کابل یاد میکنن، چرا نام از این قلعه نجارا مانده شده. شما اگر در این باره معلومات دارین چیز را میفهمین بر ما بگین. دکتر مجتبی صوفی هم اینجا دوستان عزیز یکی از بهترین دکترها و نامدارترین دکترها هستن که در افغانستان زیاد مردم میشناسنش. زیادتر یکی از دکتران لایق هستن بسیار زیاد. دکتر مجتبی صوفی که معاینه خانه شما اینجاست. باز اگه کنم وقت خواستین این سرک چمن همیشه مراجعه کنین. سرک چو تو خالد دوستان زده یه ایران هستن، این سرک جوش میزنن. فروشگاه های دیگه دوستان عزیز واقعا از فروشگاه های زیبا و عالی شهر کابل است. همه چیز دارن، نبینید فروشی ها دیگه میتونیم گفته که یکی از مناطق مکمل شهر کابل است. باز اینجا خصوصا دیگه نزدیک است به لیسه مریم شهر کابل و این تکمیل تر میسازه شده. این خانه ها رو میبینید چقدر سرک سرسبز است، کلا درخت از دوستان عزیز چهار طرف. خانه هایش بسیار زیباست دوستان. ضعیف درخت‌ها پوشونیده که ما بر شما نشون میدم که ببینیم که به چه عظمت و چه زیبایی خانه ها ساخته شده. ببینید این خانه را چقدر زیبا و مقبول است، خوش آدم میه. و این خانه ها که هستن این فروشگاهش ببینید، فروشگاه ویکتوریا. واقعا دوستان عزیز یک سرک عالی است. قیمت خانه فکر کنم در این بخش دیگه بلندتر باشه. دوستان عزیز زیادتر قیمت خانه مرکزی در شهر کابل مثل اینجا، مثل جای مرکزی شهر کابل قیمت‌تر است نسبت به جاهایی که در اطراف شهر کابل هستن، مثل کوتل خیرخانه یا طرفای چهل ستون یا طرفای کجا براتون بگویم، همین طرفایی که دور میشن دیگه از مرکز، طرفا بازارتر است. اینجا بین کاکور ببینید بر پرنده غذا انداخته، اینجا خورده میرن. اون طرف هم یک موترشویی بزرگ از دوستان عزیز که موترهای مدل بالا را کنش شش نمیره. لند کروزر است و هایلکس، موترهای کرولای 2022 کنه صافی زره میره میشه. واقعا دوستان عزیز یک جای خوبش از این طرف هم مرکز تداوی دندان صافی. سرای موترسیکل چقدر زیادی. خب به هر صورت دوستان عزیز دیگه رسیدیم کم کم به قلعه نجارای شهر کابل. پایین‌تر دیگه از قلعه نجارا، سر از قلعه نجارا رسیدیم. انشالله که از ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه‌تون به الله متعال میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تون.